در شهر خوجند طبق نقشه چاره‌بینی‌های کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیای فوتبال کشور مسابقه جمهوری اید به فوتبال برگزار گردید. این مسابقه بخشیده به خاطر گرامی‌داشت اولین استاد ورزش اتحاد شوروی اید به فوتبال رشاد الماسوف گذرانیده شده. در آن ورزشکاران 12 13 و 14 15 ساله اشتراک نمودند. نوابسته از هوای نامساعد واخوری‌ها بین دسته‌های اشتراکچی جالب و تیز و تند جریان گرفتند. در هر یک گروه سن سالی 8 دسته از شهر و ناحیه‌های کشور مهارت خود را سنجیدند. فوتبال بازان دسته سوخت یک در این مسابقه مهارت بلند نشان داده، هم بین نورسان 12 13 ساله و هم بین فوتبال بازان 14 15 ساله مقام‌های اول را اشغال نمودند. جای دوم را در هر دو سن سال دسته‌های سوخت دو و دو مقام سوم را دسته‌های جوانان ناحیه یاوان صاحب کردند. در مراسم تنتنوی جایزه سپاری رهبریت ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت و نمایندگان فدراسیای فوتبال ولایت از رشد و عمومیت فوتبال در کشور یادآور شده و غالبان و جایزه‌داران جام، مدال و افتخارنامه‌ها را در فضای تنتنوی تقدیم نمودند. ما در این مسابقه خیلی خوب باز کردیم و جای یکم رو اشغال کردیم. من خیلی خرسند هستم که ما این جا رو اشغال کردیم و من میخوام که در آینده ما خیلی جاها رو اشغال میکنیم. این مسابقه خیلی خوب گذشت. ما میخوام که خیلی مسابقه بسیار شد. ما آمده در این مسابقه ها اشتراک کنیم.